سلام، من بنیامینم. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این ویدیو قرار راجع به نود ران کردن یکم صحبت بکنیم و در آخر نود شبکه فارکستر رو با هم دیگه ران کنیم. خب وقتی ما میایم یه نودی رو ران میکنیم چه کمکی به اون شبکه میکنیم؟ کار اصلی که ما انجام میدیم اینه که به امن شدن اون شبکه کمک میکنیم. وقتی که روی یه شبکه یه سری تراکنش‌ها ایجاد میشه، بلاک‌های جدید شکل میگیره، تمام این تراکنش‌ها و بلاک‌ها باید طبق قوانین همون پروتکل صورت بگیره. خب حالا کار کیه که بیاد اینا رو صحتش رو بررسی بکنه ببینه طبق قوانین بوده یا نه؟ دقیقاً کار ماییه که داریم نود اون شبکه رو ران میکنیم. وقتی یه نود ران میشه دقیقاً همین کار رو میاد انجام میده. تمام تراکنش‌ها، تمام بلاک‌ها رو دریافت میکنه و با قوانین اون پروتکل طبق میده. این کار اصلیه که یه نود انجام میده. کارهای دیگه مثل اینکه یه سری دیتاهایی که نیازه برای اینکه صحت سازی در آینده صورت بگیره هم انجام میده. میاد این دیتاها رو جمع میکنه و در آخر همه اینا رو طبق قوانین اون پروتکل طبق میده. خب حالا که یه شناخت نسبی راجع به نودها اومدیم به دست آوردیم، کاری که الان میخوایم انجام بدیم اینه که بدونیم چجوری ما باید اصلا یه نود رو ران بکنیم. شما برای اینکه بتونید یه نودی رو ران بکنید باید برید یه VPS یا همون سرور مجازی تهیه بکنید. هر نود مشخصات خودش رو نیاز داره. یعنی الان نگاه کنید، برای فارکستر شما 16 گیگ رم نیاز دارین، 4 هسته CPU، 40 گیگ فضای خالی. یعنی شما VPSی که میخواین تهیه بکنید باید این مشخصات رو داشته باشه، وگرنه این نود روی هیچ VPSی که از این مشخصات پایین‌تر باشه ران نمیشه و ارور میده بهتون. خب حالا VPS رو ما از کجا تهیه کنیم؟ من خودم به شخصه با سایت ایرانی تا حالا در مورد VPS هیچ کاری نکردم، نه VPSی تهیه کردم، من زیاد دنبالش بودم. برای همین صرفا بهتون چند سایت خارجی بهتون معرفی میکنم که تمامشون پرداخت کریپتویی هم دارن. سایت اول که حالا من در حال آزارامش استفاده میکنم hostbrr.com هستش. این سایت یه مقدار شاید قیمتش در حد $2-3 بالاتر از سایت های دیگه باشه، اما خب خوبیش اینه که یه ساپورتی داری که همیشه جواب میده و پرداختش هم کریپتویی. سایت بعدیمون سایت pewq.hosting هستش. عذر میخوام. تو این سایت هم که بیاین اکثر سرورها با هر مشخصاتی که بخوایم براتون گذاشته شده، پرداختش هم به صورت ویزا کارته و هم با کریپتوکارنسی. خب شما میتونید سروراتون رو اینجا تهیه کنید و یه بات تلگرامی هم هستش که اگر حالا خاصی به صورت ریال پرداخت بکنید میتونید از این بات کمک بگیرید. این بات کاراسیس هستش که هم به صورت ساعتی بهتون VPS میفروشه و هم به صورت ماهیانه. خب ما برای اینکه حالا بیایم این نود رو ران بکنیم نیاز به مشخصات 12 گیگ رم داریم. میایم این سرور رو تهیه میکنیم. شما باتو که استارت بکنید حسابتون رو شارژ میکنید و خیلی راحت میتونید این VPS رو دریافت کنید. خب میایم اینجا لوکیشن سرور رو انتخاب میکنیم. اصولا ما روی آلمان میذاریم. آلمان یا فنلاند جفتشون اوکیه، هر کدوم راحتید، ولی خب اصولا ما روی آلمان میذاریم. اینجا بهتون میگه سیستم عاملتون میخواد چی باشه. ببینید حتما با سیستم عاملتون اوبونتو 22 یا اوبونتو 24 باشه. حالا اینجا 24 نداره و ما هم 22 رو میذاریم. بهتون میگه هزینه سرور صورت ماهیانه اینقدره و خب به صورت ساعتی هم اینقدر. یکم قیمتاشون بالاتره از سایتایی که شما میتونید به صورت کریپتوکارنسی یا ویزا کارت تهیه کنید. برای همین خودم توصیه میکنم که از اون سایت ها استفاده کنید. حالا برای آموزش که اینجا ساعتی میفروخت، من فعلا همینجا تهیه میکنم و بریم ببینیم چه جوری میشه. خب ببینید شما وقتی که یه سروری رو میایید تهیه میکنید بهتون یه دونه روت پسورد میده، یه دونه IP سرورتون رو میده و خب یوزرنیمتون هم دیفالت روت هستش و پورتتون هم 22. خب ما الان وارد اپ ترمیوس میشیم. اپ ترمیوس برای اینه که به VPS تون کانکت بشید. اپ‌های دیگه ای هم هستن ولی ترمیوس رابطه کاربری خیلی خوبی داره. خب ما وارد ترمیوس میشیم الان و اینجا نیو هات رو میزنیم. اینجا بهتون میگه آدرس سرورتون رو وارد کنید که خب آدرس رو ما داده، همینه. ما اینو کپی میکنیم و داخل اینجا وارد میکنیم، داخل تب آدرس. چیزی که بعداً باید وارد بکنید پورتتونه که میگم دیفالت به صورت 22 ست شده، یوزرنیمتون هم که روت هستش. حالا ازتون یه پسورد میخواد که به سرور وصل شید. ما پسورد رو میزنیم، اینجا پسورد رو میذاریم و پسوردی هم که بهمون داده رو کپی میکنیم اینجا وارد میکنیم. وقتی این کارا رو انجام بدید شما کانکت رو میزنید تا به سرورتون متصل بشید. اینجا ادن کانتینیو رو بزنید. خب یه همچین فضایی الان شما مشاهده میکنید. این فضایی حالا ترمینال هستش. پسوردمون رو میگه که عوض بکنید. اینجا پسورد رو وارد میکنید، همون پسوردی که قبل بهتون داده بود.
یه پسورد جدید برای سرورتون ست میکنید. خب الان ما وارد سرورمون شدیم. کاری که الان باید انجام بدیم اینه که یک صفحه جدید داخل سرورمون باز بکنیم. چرا؟ چون ببینید ما شاید با این سرور بخوایم نودهای دیگه‌ای هم ران بکنیم. برای اینکه چیزی به هم نریزه و اون صفحه بسته نشه و نودمون روی بک‌گراند کار خودش رو انجام بده، یه صفحه جدید جدا از صفحه اصلیمون باز میکنیم. چه دستوری رو باید بزنیم؟ می‌نویسید screen -s و یه اسم رندومی که حالا با یادتون هم باشه دیگه. مثلا ما میخوایم فارکستر رو ران بکنیم، می‌نویسیم فارکستر. اوکی، همین فارکستر خالی میزنیم، یه اینتر میزنیم و وارد یه صفحه جدید میشیم. خب ما الان باید چی کار کنیم؟ ما میایم وارد سایت اینفورا میشیم. سایت اینفورا وقتی شما وارد بشین نیازی که ثبت نام بکنید. ثبت نام میتونه که انجام بدید، یه همچین محیطی رو مشاهده میکنید. وقتی وارد صفحه شدید اینجا نوشته My First Key، روی این کلیک میکنید. ما اینجا به 2 شبکه اتریوم و اپتیمیزم نیاز داریم. تیک مین نت هر دوتا رو میزنید. وقتی این دوتا تیک رو بزنید اینجا سیو چنج رو میزنید. خب بهتون 2 تا لینک HTTPS میده، یه دونه برای اتریوم مین نت و یه دونه اپتیمیزم مین نت. ما برمیگردیم به این صفحه که لینکش رو براتون گذاشتم. حتما اینجا ببینید این یکی از ساده ترین نودهایی بوده که من تا حالا ران کردم. یعنی شما صرفا باید همین یه دستور رو کپی پیست بکنید و تمام، هیچ کار دیگه نیاز نیست انجام بدید. خب ما میایم این دستور رو کپی میکنیم، وارد ترمیوس میشیم و لینکمون رو اینجا پیست میکنیم. حالا به احتمال اگر روی مک او اس هستید باید کامند وی رو بزنید برای پیست شدن و اگر روی ویندوز هستید باید کنترل شیفت وی، یعنی کنترل وی خالی رو نزنید، کنترل شیفت با وی رو بزنید که لینکتون پیست بشه. خب لینک رو که بزنید یه اینتر میزنید، یکم صبر میکنید تا پکیج‌های مورد نظر نصب بشن. اگر همین کاری که من انجام دادم انجام داده باشید هیچ مشکلی نمیخورید. اینو چه که نصب بشه ازتون، حالا اون لینکایی که ما از همون سایت گرفتیم و میخواد که بیایم وارد کنیم. یکم صبر میکنیم تا درخواست بده بهمون. خب اینجا بهتون میگه که اتریوم مین نت RPC URL تون رو وارد کنید. کجاست این لینک؟ ما الان با چی وارد بکنیم؟ همون سایت اینفورا که بهتون گفتم وارد میشین و اینجا لینکی که برای اتریوم مین نت بهتون داده رو کپی میکنید و اینجا پیستش میکنید. خب اینجا بهتون میگه حالا برای اپتیمیزم هم وارد کنید. دوباره ما میایم اینجا لینکی که برای اپتیمیزم هستش رو کپی میکنیم، این لینک هم براشون پیست میکنیم و الان ازتون FID فارکسترتون رو میخواد. یعنی همون اکانتی که تو وارپکست ساختین FID شو ازتون میخواد. حالا برای اینکه اون FID رو بدونید چجوری به دست بیارید، توی پروفایلتون داخل وارپکست برید، اون 3 نقطه بالا رو بزنید و اونجا تب about رو باز کنید. about رو که بزنید یه دونه FID نوشته که ما FID رو وارد میکنیم اینجا. تمام. خب شما وقتی که این کار انجام بدید نود روی شبکه فارکستر براتون به راحتی بالا میاد دیگه، هیچ کاری نیاز نیست بکنید. حالا فعلا صبر میکنیم این پکیج‌ها اکسترکت بشن و آخرم بهتون میگم که آقا چطوری شما مطمئن بشید نودتون داره کار میکنه و داره همه چی به صورت کامل انجام میشه. اولین چیز اینه که شما بیاین اینجا و IP سرورتون رو اینجا وارد کنید. من IP سرورم اجازه بدید کپی کنم. خب یه نیو تب باز میکنید و اینجا 2 نقطه رو میزنید و پورتی که حالا بهتون گفته اگه پورت رو عوض نکنید بای دیفالت پورتتون 3000. ما اینجا صبر میکنیم اینجا همه چیز انجام بشه. وقتی این لاگ ها براتون افتاد شما میتونید وارد این حالا HTTP که اینجا هست بشید. اگه 1% دیدید وارد نمیشه دقت کنید اولش HTTPS نباشه، با HTTP باشه. همینو شما اینتر میزنید وارد این صفحه میشید. خب وقتی وارد این صفحه بشید الان برای ما نو دیتا داره میزنه. یکم طول میکشه برای حالا من نودی که قبلا ران کردم این چیزی هولوش 1 ساعت طول کشید، ولی برای یه سری هم چند دقیقه طول میکشه که اینجا دیتاشون رو نشون بده. شما وقتی که حالا میگم بعد 1-2 ساعت بیاین اینجا یه همچین صفحه‌ای رو مشاهده میکنید که داره نشون میده که اینجا همه چی داره کار میکنه.
داره براتون همه لاک ها میفته، ریکوست ها رو نشون میده و اینجا مطمئن میشید که این نود داره کار میکنه. خب شما وقتی که تمام شد، یعنی تمام کارا رو کردید، اینجا میان کنترل AD رو میزنید. کنترل AD، چون کنترل AD رو که بزنید این اسکرین توی بک‌گراند برای خودش داره کار میکنه و هیچ مشکلی هم بر نمیخوره. حالا اگر خواستین دوباره این اسکرین رو باز بکنید، تایپ میکنید اسکرین داش R و اسمی که برای اون صفحه گذاشتید فارکستر بود برای ما. دوباره وارد همون صفحه میشید و میبینید همه چی داره به صورت عادی کارش رو انجام میده، هیچ مشکلی هم نخورده. دوباره کنترل AD میزنید و وارد صفحه خودتون میشید. خب همونطور که گفتم این نوت خیلی ساده بود، همونطور که دیدید فقط با یک کپی پیست یه دونه لینک همه کار رو انجام شد. اگرم سوالی، مشکلی، چیزی بهش برخوردین توی کامنت ها حتما بهم بگید، سریعا جوابتون رو میدم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید.